سلام دوستای عزیزم، امیدوار هستم همگیتان جور و صحتمند باشین. امروز کلچه شور درست میکنم. مواد لازم در عکس اینجا ماندیم برتان: 5 پیمانه آرد معمولی سفید، 1 پیمانه شیر، 1 پیمانه مسکی آب شده و 4 عدد تخم. خب پیش از پیش مواد خمیر مایه را درست میکنیم. 1 قاشق چایخوری خمیر مایه را همراه 2 یا 3 قاشق غذاخوری شیر گرم مندازیم و نیم قاشق چایخوری شکر یا بوره را سرش اضافه میکنیم که شکر باعث میشه که امو خمیر مایه زودتر برسه و مخلوط شود. اونا را میگذاریم کنار و 4 عدد تخمه مندازیم. همراه مکسر برقی یا همزن دستی خوب مخلوطش میکنیم. بر یک چند ثانیه خوب مخلوط میکنیم و بعد از او 1 پیمانه شیر سرش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم و همچنان 1 پیمانه مسکی آب شده را سرش اضافه میکنیم. به همین قسم به ترتیب مواد خمیر مایه را مندازیم سرش. 1 قاشق غذاخوری نمک مندازم که شما میتونین از او که کمتر پرتین، اما هر کس اندازه خود میفهمه. مگر ما چندین بار امتحان کردم، 2 قاشق چایخوری نمک انداختم، اصلا هیچ مزه کلچه شور نمیداد. باز 1 قاشق غذاخوری را اینال هم 1 قاشق غذاخوری را پر نکنین قاشق بسیار زیاد، فقط اما به اندازه باشه یا یک ذره کمتر از 1 قاشق غذاخوری. اونمو اندازه نمکش بسیار خوب می باشه. 1 قاشق چایخوری بیکن پودر و 1 کم هم 1 نیم قاشق شکر یا بوره مندازیم. خوب مخلوطشان میکنیم. آرد امی قسم که میبینین دوستای عزیز الک میکنیم. دوستای عزیز، سال نو یا عید نوروز را به تمام بینندای عزیزم که در سر تا سر جهان هستند تبریک میگم و در سال جدید برتان سلامتی، خوشی، کامیابی، محبت و دوستی را آرزو میکنم. خب دوستای عزیز، آردار انداختیم، خمیر ورز میتیم و سرش میپوشانیم. برای تقریبا 1 ساعت میمانیم که استراحت کنه. خب دوستای عزیز، خمیر چقدر خوب آماده شده میبینین. 1 ورزدگان میتی میره و میگیریم به 2 قسمت تقسیم میکنیم، جدا میکنیم و سرمیز میمانیم و دوباره به قطعات خرد تقسیمش میکنیم. وقتی که اینا را هر کدامشان به قطعات خرد تقسیم کردیم، خوب است که به قطعات خرد تقسیم شوند، به خاطر از اینکه تقریبا همی کلچه همگیشان به 1 اندازه میاین. خب درست کردن و شکل دادن از این کلچه شور بسیار آسان است. فقط 1 لوله میکنیم و سر یکی دیگه تو میتیمشان. وقتی که اینا تمام شد، 1 زردی تخم را همراه تقریبا 2 قاشق غذاخوری شیر خوب مخلوط میکنیم و به خاطر جلایش از اینا به سرشان همراه برس میزنیم. و دوستای عزیز، خاشخاش و سیادانه لازم است بر سر از این بندازیم. ما 1 ذره زیاد خوش دارم که بندازم، چرا موعت رو طعم کلچه شوره اما بوی سیادانه و خاشخاش 2 چند می سازه.
داش را به درجه 350 فارنهایت یا 175 سانتیگراد قبلا روشن میکنیم و اینا را برای تقریبا 25 الی 30 دقیقه داخل داش میمانیم و میپزیم. خب میبینین که پخته شدن، بسیار خوش رنگ، بسیار نرم و مزه‌دار هستند. حتما به روزای عیدتان بسازین دوستای عزیز. خداوند همراه یکتان باشه. تا ویدیوی آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.